me with a sigh, saying words that came across as a doubt. با چند تا از دوستامون تصمیم گرفتیم یه سفر 3 روزه به تهران بریم. پس چمدونامون رو بستیم و راه افتادیم به سمت ایستگاه راه آهن. ما حدوداً 2 هفته پیش بلیط قطارمون رو رزرو کردیم و حدوداً نیم ساعت دیگه قطار حرکت میکنه. بعد از تحویل دادن مدارکمون وارد قطار شدیم و قطار شروع به حرکت کرد. برای شروع یه قهوه خوردیم چون قرار بود 15 ساعت توی مسیر باشیم. هوا واقعا سرد بود و توی راه یک عالمه برف دیدیم. بعدش تصمیم گرفتیم با بچه‌ها کودتا بازی کنیم. کم کم شب شد و یکی از بهترین بخشای سفر دیدن هری پاتر توی قطار بود و خوردن ساندویچ‌هایی که قطار به ما داده بود و بالاخره رسیدیم. 6 صبح و ما رسیدیم تهران. هاستلی که ما برای اقامتمون انتخاب کرده بودیم هاستل زی بود. هاستل زی یه محیط دنج و آروم داره که حس خونه رو میده. اتاقمون رو تحویل گرفتیم و وسایلامون رو اونجا چیدیم. یکم توی حیاط هاستل استراحت کردیم و بعد تصمیم گرفتیم که بریم بیرون. اولین جایی که بهش سر زدیم شیرینی فرانسه بود که خب خیلی به هاستلمون نزدیک بود و این یکی از بهترین نکاتش بود. پر از شیرینی‌های خوشگل و خوشمزه بود و ما هم حسابی هوس کرده بودیم. میتونم بگم که تک تک شیرینیاش واقعا مزه بهشتی داشتن. بعدش یه سر به کتاب فروشی دی رفتیم. از اونجایی که خیلی خسته بودیم تصمیم گرفتیم یکم استراحت کنیم و چند ساعت دیگه دوباره بیرون بیایم. بعد از استراحت تصمیم گرفتیم به سمت مرکز شهر بریم. اولین مقصدمون فروشگاه 1372 بود. مقصد بعدی ما گالری وست بود که یک ساختمون مکعبی شکل 3 طبقه است. این ساختمون متعلق به یک نوازنده ارمنی بوده که بعد از انقلاب حدود 40 سال رها شده بوده و بعد از بازسازیش هر از چندگاهی میتونید گالری‌های مختلف رو اینجا ببینید. برای ناهار تصمیم گرفتیم به سمت کوچه لولاگر بریم. توی کوچه لولاگر میتونید به بوکستان، پیتزا داوود و یا موزه اسباب بازی‌ها سر بزنید. برای ناهار میخواستیم بریم پیتزا داوود اما خب بسته بود. پس رفتیم کافه گودو که دقیقاً کنار کوچه لولاگر بود. منو رو نگاه کردیم و برای ناهار پیتزا سفارش دادیم. و شب رفتیم و تئاتر غرب غمگین رو دیدیم که یکی از بهترین تئاترهایی بود که واقعا توی زندگیم دیدم. برگشتیم هاستل، یکم استراحت کردیم و بعدش دوباره بازی کردیم. روز دوم بعد از خوردن صبحونه تصمیم گرفتیم که به سمت بازار پروانه بریم. بخش مورد علاقه من از بازار پروانه قسمت عتیقه فروش است. بعد از خوردن نهار چند تا از دوستای دیگه‌مون به ما ملحق شدن و با هم همگی به سمت گالری رخت و آویز رفتیم. اومدیم گالری شیرین. این ببینید داخلش چطوری. بخش دوست داشتنی گالری شیرین لباسای طراحی شده با جزئیات ریز و درشت بودن که هر کدوم
یک داستان و مفهوم برای خودشون داشتن. اثر زایمان مادر رستم بود چون از پهلو بوده. چون که نور بر تاریکی پیروز شد. بعد از اونجا داشتیم پیاده برمیگشتیم که سر راهمون یه سرم به مرباخوری مرب زدیم. بریم مرباخوری مرب. وقتشه که برگردیم خونه. و با خستگی زیاد اما خوشحال برگشتیم به هاستل. ساعت حدوداً 10 صبح ما باید صبحونه بخوریم و قراره که بعدش بریم خونه فرهاد. قبل از اونجا اول میخوایم بریم کانسپت استور سوق که طبقه بالای هاستل زیه. اتفاق بامزه‌ای که اونجا افتاد این بودش که خانم مهربونی که مسئول اونجا بودن از یکی از کراواتایی که من ساخته بودم خیلی خوشش اومده بود و بعد ما با هم صحبت کردیم و قرار شد که در آینده منم کارهامو بیارم که توی فروشگاه سوق گذاشته بشه تا شما هم بتونید اونا رو حضوراً ببینید و هر کدومو که دوست داشتید با خودتون به خونه ببرید. از اونجا بیارتی سوار شدیم و بعد از حدوداً 1 ساعت به باغ فردوس رسیدیم. موزه بسته بود بچه ها جون. بله، از اونجایی که شنبه بود موزه تعطیل بود و خب ما این موضوع رو نمیدونستیم. ولی خب از اونجایی که هوا بارونی بود هیچی از زیبایی اونجا کم نمی‌کرد. تصمیم گرفتیم که بعد از اونجا به کافه فیلم فراتر بریم که با تم هری پاتر چیده شده. اونجا شما میتونید لباس گروه مورد علاقتون رو بپوشید، حتی چوب جادویی داشته باشید و کلاه گروه‌بندی روی سرتون بذارید و یک عالمه غذاهای خوشمزه و خاص امتحان کنید. پس اگه شما هم مثل ما عاشق هری پاتر هستید پیشنهاد میکنم حتما یه بار به اونجا سر بزنید. روز آخر از اونجایی که ساعت 4 بلیت قطار داشتیم و باید سریعا خودمون رو به ایستگاه راهن میرسوندیم زیاد فرصت نداشتیم، اما تصمیم گرفتیم توی این فرصت باقی مونده یه سر به کاخ سعدآباد بریم. اما خب به خاطر تعطیلات نوروز اکثر کاخ‌ها به دلیل تعمیرات غیر قابل بازدید بودن. کم کم وسایلمون رو جمع کردیم و راه افتادیم به سمت ایستگاه راهن برای برگشت به شیراز. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. یادتون نره چنل منو سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید برای دوستاتونم بفرستید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.